چجوری 20 بار رایگان گردونه اسلحه آپگریدی امکانو بزنیم و شانسمون رو تو این گردونه امتحان کنیم. ببینید دوستان، در حالت عادی 10 بار زدن گردونه 360 یوسی میخواد. خب شما اگه بیایید توی بخش ایونت ها، بخش این جعبه کادو دراگون بلیسینگ، اینجا یه ایونتی هستش بهتون تا 20 بار شانس گردونه زدن رو میده. اینجوریه که شما یه بار به جای 360 یوسی که اونجا بهتون نشون دادم با 180 یوسی این کارت 360 یوسی رو میخرید. الان من خودم خرید میکنم. بفهم. حالا این ردیم کدی که این پایین هستش رو میبینید. این ردیم کد رو بهتون میده. الان واسه من نوشته ردمنشن کد بغل این کارت بنفشه. این کد شما رو هر کس که وارد کنه هم به اون شخص هم به شما دوباره گردونه رایگان میده که بتونید بزنید. به عنوان مثال من الان توی این که اکانت اون ردیم کدمو وارد میکنم. اینجا کنار کارت بنفشه رنگ ردیمو میزنید. نکنید اینجوری کارت تخفیف بهتون میده. حالا هر کس که این کد شما رو وارد کنه به شما 5 بار شانس گردونه رایگان رو میده که شما میتونید بیاید از بخش این نامه ها این کارت تخفیف ها رو جمع آوری کنید. کارت من رو وارد کرد، به من کارتش هدیه دادش. حالا من میتونم بیام تو گردونه اینجا. الان همون کارت اولی که خریده بودیم به جای با 0 یوسی رایگان میتونیم 10 بار گردونه رو بزنیم. کیک هم گرفتیم، نیل هم که گرفتیم، یه متریال هم که گرفتیم. بعد میتونید با همون کارت رایگانی که کد شما رو وارد کردن هم میتونید دوباره رایگان گردونه رو بزنید. همین کدتون رو زیر پست کامنت کنید، بقیه دوستان بزنن کد شما رو تا شما بتونید این کارت های تخفیفتون رو بگیرید. موفق باشید.